سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اینجا رویش، جایی برای رشد. تو این ویدیو میخوام راجع به یکی از مهمترین مسائل کنکوری صحبت کنم، یعنی سهمیه ها. همه ما توی کنکور سهمیه‌ای داریم، ولی اکثر ماها نمیدونیم دقیقاً این سهمیه چجوریه، چه سازوکاری داره. واسه همین میخوام تمام اطلاعات مهمی که راجع به این سهمیه ها باید بدونید، چه به عنوان دانش آموز، چه حتی مشاور و معلم و غیره، توی این ویدیو قراره بهتون انتقال بدم. اولین سهمیه‌ای که میخوایم راجع بهش بخونیم سهمیه مناطقه که تقسیم میشه به مناطق 1، 2 و 3. شهرهای بزرگ و با امکانات بیشتر مثل تهران، مشهد، تبریز، شیراز و غیره جزء منطقه 1 هستن. منطقه 2 شهرهای با امکانات کمتره، یعنی با امکانات متوسط، نه خیلی زیاد نه خیلی کم، که مثل اصفهان، رشت، همدان، ساری و غیره. و شهرهای منطقه 3 هم که امکانات خیلی کمتری دارن. اگه هنوز نمیدونید شهرتون توی کدوم منطقه است یا میخواید بدونید که مناطق شهرهای دیگه به چه صورته، یه PDFی از سهمیه تمام شهرها براتون میذارم توی تلگرام، لینکش رو هم توی دیسکریپشن براتون میذارم. یه سوالی که بچه‌ها خیلی ازم میپرسن این که بالاخره بین سهمیه منطقه 1، 2 و 3 کدوم بهتره؟ منطقه 3 رقابت بین افرادیه که شهرشون خیلی امکانات خاصی نداره، در واقع امکاناتشون ضعیفه نسبت به منطقه 1 و 2 و اینجوری رتبه بهتری میگیرن با تراز مشابه. اما لزوما این باعث نمیشه که احتمال قبولیشون بره بالا. چرا؟ چون درسته رتبه بهتری میگیرن، اما چون جمعیتشون خیلی زیاده ظرفیت قبولیشون پایین‌تره. وسط پرانتزم باز کنم، یه سهمیه مناطق محروم هم هست که مربوط به قبولی توی دوره‌های روزانه دانشگاه‌های چند تا استان: ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگولیه، لرستان و هرمزگان میشه که حداقل 30 تا 40% از ظرفیت رشته‌ها برای رشته‌های پزشکی، 30% برای غیر پزشکی‌ها، 40% ظرفیت به بومی‌های همین استان‌ها که 3 سال دبیرستانشون رو توی این استان‌ها گذروندن داده میشه. حالا اینکه جزء این 30 یا 40% باشید یا نه بستگی به امتیاز کنکور و سوابق تحصیلیتون داره. سهمیه بعدی سهمیه ایثارگریه که 2 دسته میشه، 5% و 25%. اول 5% رو میگم. ببینید 5% شامل همسر و فرزندان ایثارگران زیر 25% با سابقه حداقل 6 ماه کار داوطلبانه در جبهه. یه سری نکات هم داره که در ادامه توضیحش میدم. سهمیه 25% چی؟ فرزندان ایثارگران بالای 25%، همسر و فرزندان ایثارگران بالای 25% که سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه دارن. این تیکش مشترک. یه نکته خیلی مهمی که اون اولات بهتون بگم این که این حضور داوطلبانه خیلی مهمه. مثلا اونایی که زمان سربازیشون جنگ رفتن یا افرادی که به دلیل مأموریت از طرف وزارت، سازمان یا ارگانی به جبهه رفتن شامل این سهمیه نمیشن. برای قبولی تو این سهمیه هم باید حداقل 75% نمره آخرین نفر پذیرفته شده توی اون رشته رو به دست بیاریم. این چیزایی هم که میگن سهمیه ایثارگری رتبه رو تقسیم بر 2، 3 یا فلان میکنه اصلا درست نیست. ببینید بچه‌های ایثارگری چه 5% چه 25% جدا و با هم دیگه سنجیده میشن. واسه همینه که قبولی‌های بهتری هم میدن نسبت به سهمیه آزاد و حجم متوازیای زیادی که داره. مورد بعدی این که حالا اگر اون ظرفیت 5% یا 25% پر نشه چی میشه؟ ببینید اگر ظرفیت ایثارگری 25% پر نشه میاد به سهمیه 5% تعلق میگیره. اگه باز هم سهمیه 5% هم پرش نکنه اون ظرفیت مونده که حالا معمولا هم کم پیش میاد به در واقع ظرفیت سهمیه آزاد و مناطق و اینها داده میشه. سهمیه 5% هم نکته‌ای که داره اول مثل سهمیه آزاد گزینش میشن. اگر قبول نشدن با بچه‌های 5%، اگر بازم قبول نشدن که تو خالی مانده اون سهمیه 25% پذیرفته میشن. سهمیه ایثارگری تو هر مقطع، یعنی کارشناسی، ارشد و دکترا، هر کدوم فقط 1 بار قابل استفاده است. پس اگر کسی توی دانشگاهی قبول بشه حتی اگه ثبت نام هم نکنه اون 1 فرصتش رو از دست داده و سال بعد یا سالهای بعد دیگه نمیتونه توی اون مقطع از اون سهمیه استفاده کنه. سهمیه بعدی سهمیه بلایای طبیعی شامل
حداکثر 5% از ظرفیت دوره‌های روزانه است که به صورت مازاد بر ظرفیت و مختص بچه‌هاییه که شهر محل اقامتشون یا محل اخذ مدرک سال آخر متوسطه یا 1 یا 2 سال درگیر بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و اینا میشه. این سهمیه کدرشته‌های اختصاصی تو همون دانشگاه‌های واقع در اون استان‌های زلزله زده یا سیل زده در واقع داره که از دفترچه انتخاب رشته میتونید کدرشته‌هاش رو در هر سالی ببینید. متقاضی مستقلاً یا به همراه خانواده باید اون زمانی که اون بلای طبیعی اتفاق افتاده تو اون شهر باشه و حتما گواهی مورد تایید فرمانداری رو هم باید داشته باشه. گواهی رو روز قبولی هم دوباره باید به همون دانشگاه قبولیش بده. تحصیلشون رایگانه مثل دوره‌های روزانه و 2 برابر مدت تحصیل تعهد دارن و اینکه حد نصاب قبولیشون هم برای رشته‌های پزشکی 80% آخرین نفر قبولی پذیرفته شده است، در رشته‌های غیر پزشکی هم 85%. مدت زمان اعتبار این سهمیه هم 3 ساله است، پس اگر شرطشو دارید زودتر اقدام کنید. سهمیه بعدی سهمیه بهیاریه. این سهمیه هم حداکثر 5% ظرفیت رشته‌های غیر روزانه و روزانه رو به صورت کدرشته‌های مستقل شامل میشه. توی چه رشته‌هایی؟ رشته‌های کارشناسی، پیوسته پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و فوریت پزشکی. از شرایط مهم دریافت این سهمیه حداقل 3 سال سابقه کاری به عنوان بهیار در استان محل خدمته و از این سهمیه تو استان‌های دیگه نمیشه استفاده کرد، فقط تو همون استانی که محل خدمتش بوده میتونه استفاده کنه. برای کسب این سهمیه هم حداقل باید 70% آخرین نمره فرد پذیرفته شده در اون آخرین نفر پذیرفته شده در اون کدرشته رو به دست بیاریم. دارندگان مدال در المپیادها و جشنواره خوارزمی. اول راجع به المپیاد صحبت کنم. ببینید بچه‌هایی که المپیاد مدال آوردن، اگر در مدال طلا آورده باشن توی یه سری از المپیادها مثل المپیاد زیست، فیزیک، شیمی، ریاضی، ادبی و کامپیوتر و نجوم، این بچه‌ها بدون کنکور میتونن برن دانشگاه و تو رشته‌های مجازی که طبق بخشنامه ارائه شده درس بخونن. بچه‌هایی هم که مدال نقره و برنز کشوری رو گرفتن، اگر 90% تراز آخرین نفر قبولی در اون رشته رو بگیرن، میتونن جزو اون 10% ظرفیت مازادی باشن که به اون کدرشته تعلق گرفته و تو اون رشته و دانشگاهی که میخوان تحصیل کنن. من حتما در آینده ویدیو کامل و مستقل راجع به المپیادها و قبولیشون و شرایطشون و همه اینا براتون میذارم. بعدی جشنواره خوارزمیه که قطعا اسمشو شنیدید. یک جشنواره خیلی معروفه و رتبه‌های اول تا سوم کشوریش که مدال میگیرن برنده میشن امکان استفاده از سهمیه در کنکور رو هم میگیرن. این سهمیه به 2 شکل قابل استفاده است. اولیش اینه که کسی که مدال طلای کشوری رو بیاره میتونه درخواست بده برای ورود به دانشگاه و رشته مورد علاقش. اگه گروه اون رشته و شورای آموزشی اون دانشگاه موافقت کنن با درخواستش، میتونه وارد اون رشته و دانشگاه بشه و البته اینکه اون رشته هم حتما باید مرتبط با طرحی که برنده شده در اون رشته و اون شاخه باید مرتبط با اون باشه. اما روش دوم برای کسایی که مدال دارن اینه که بعدش که انتخاب رشته هم کردن، این نتایج کارنامه اولیه انتخاب رشته رو انجام دادن، بعد اعلام نتایجشون یه لینکی میاد تو خود سایت سازمان سنجش برای انتخاب رشته مجدد برگزیدگان همین جشنواره‌های علمی و خوارزمی و اینها. اونا میتونن با این لینک دوباره انتخاب رشته کنن، انتخاب رشته مجدد داشته باشن. توی انتخاب رشته مجدد اگر 80 تا 85% تراز آخرین فرد قبول شده در اون کدرشته رو کسب کنن، میتونن تو اون کدرشته قبول بشن و تو این در واقع انتخاب رشته مجدد چند درصدی به تراز اصلیشون اضافه میشه و احتمال قبولیشون رو خیلی خیلی بالا میبره. خب اینم از تمام اون سهمیه هایی که باید میدونستید. امیدوارم محتوای این ویدیو براتون خیلی مفید بوده باشه. از بقیه محتوای چنل هم حتما استفاده کنید. تا ویدیو بعدی، بدرود.